چطور علی جوری شیره داره زرد شده؟ والله میشه بخیل خوب پخته شده باش واسم کنید واس کنه یک دفعه که چی رقم دوستا دیگه جایتان خالی دیگه. به خدای آقای حسینی یک خوشی پخته کرده دیگه. خدایا چی یک مزه داشته باشه. جای خالی. پشمک جوری کمک باید خود زرد کده شد. سلام آقای حسینی صاحب، جوری امروز ما کورمونی بخیر دیگه. آره دیگه امروز مهمان عزیز جوری هم در برنامه میاد. تو برنامه خاص نیست دیگه، امروز یک برنامه تفریحی داشته باشه. خب تشکر. دیگه همش کار فشار سر تیم سازندگی زیاده. هم یک دو ساعت برنامه تفریحی باشه حداقل. آره دیگه ویش خامو رقمه. آره. سلام آقای ذوالفقار صاحب. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر سلامت هستی؟ سلامتین. چطور علی جوری شیره داره زرد شده؟ والله میشه بخیل خوب پخته شده باش واسم کنید واس کنه یک دفعه که چی رقم هستن. امروز به خود پایم ده اینجا جوری نخید نمیشه. آره والله چیز نیست. والله نه ای خلاصه خیلی زرد شده ای. این خوب پخته شده دیگه. نه ای باز با دردی پخته چی نمیخوره. خب آه بلد نیه دیگه نان مورد همایی که نمیشه. صحیح. ای با درد پخته ای چی نمیخوره قدیاتیش. ای زیاد پخته شده. با چی رقمش باشه؟ یک کم خمتر باشه از این. آه خمتر باشه از این؟ آه سر کوغی؟ آره. نه چی رقم باشه دلایی؟ سلام هادی جان. سلام آقای محمدی صاحب. خوب هستی؟ بخیر سلامت هستی؟ جوره. علی تو هم می نقشی که خوشا از اینجا سوای کنی؟ نمیرسم از خاطر ما استایل نه؟ خب آره دیگه یعنی آقای استاد خنجه علی پور آردیش کس میتونه ما سایل دیگه. آها آره ما خودم نمیفهمم دیگه لکنش خاموش بکنم که ضایع بشه نه؟ کمک نظر میده مگه که نمیشه خوبه. نه ما پیشتر از تو پرسوندیم گفتم می نظر چی رقمه؟ نه ولی چطوره؟ این بیخی عالیه. خب دیگه مو فهمی دیگه. یعنی میش خوبه. این می رقمش دیگه. چی رقمه؟ یک کم چیز باشه این سفید باشه خوب شیره. سفید باشه؟ اینش خیلی خوبه اینش. ها؟ بدر نمیخوره؟ نه خوبه خوب. اینش رقم بدر نمیخوره آقای محمدی. آقای حسینی عزیز چطور هستی؟ بخیر سلامت هستی؟ انشالله که نو در رسانه‌گیری آغاز کرده بخیر. بله. چطور هست برای بیننده خود معرفی کن؟ سلام عرض ادب خدمت دوستان بیننده عزیز امیدوارم دور و سلامت و خیرحال باشید. سیفالله حسینی هستم از ولایت ارزگان ولسوالی دیجا قریه خوشمزه. دیگه نام چینل در نام چه؟ رسانه فرهنگی ارزگان. رسانه فرهنگی ارزگان. دوستان عزیز این آقای حسینی را انشالله که حمایت کن. این نو در رسانه ها پیوسته انشالله بتونه صدای از این مردم فقیر به بهترین نحوه منعکس کنه به خیرین و جهانیان. خیلی تشکر آقای حسینی عزیز. دوستان دیگه امروز جای شما خالی دیگه. چقدر جوری خوب شسته. انشالله که تا آخرین لحظه ویدیو من همراهی کنین.
عادی دادیست چیه؟ دادیست چیه؟ دادیست از ما میلاد کاجوی خواهی زن داره آقا حسینی خربوزهش داخل خربوزه؟ خربوزه نه ماشاءالله چقدر شاید مزهش خوب باشه این. دمی جای سرسبز که بیشی خوا دمیم که باشد آفرین. فقط چند دقیقه عیشه دو مزه این شاید یک مزه خاص هم داشته باشه. یخش نه دیگه مصرف خداییش. آقای ذوالفقار متصنیه. والله 100% مطمئنم. از گوام هم بود. سلام علیکم، وقت بخیر، خوب هستین؟ بخیر سلامت هستین؟ زنده باشین. چطور امسال بادام بار داره نداره؟ شکر الحمدلله. بادام چک کنید دیگه؟ نه داشته باشه نه خوبه ناشکری بعد بار داره بادش درش نداره و برادر وقتی بادام بره بادام چک کنید. وزیر خندیس خو پوست منین یا کدام ترشل میرشل چی دارین؟ بادست همه ایش بادست، ترشل میرشل ندارین نه؟ نه ترشل نه بادست پوست سفید نیست بعد هفته اونی چطور هستی آقای؟ بخیر هستی؟ اینجا چپنیم نی؟ آره. این مالا را مکتب نماری که اینجا چپنیم نی؟ مورم. مکتب خوب درس میخونی؟ آره. صنف چندی؟ صنف 3 مکتبی؟ آره. پیش از ظهر میخونی نه؟ آره. بعد از ظهر باز می مالا را ایگلونی نه؟ آره. آفرین دم دختری خوبه. انشالله خوب درس بخون خب؟ حالا دم تو گرم آقای حسینی دیگه خوب در خوش خود خوب چسب بسته. ببین خاموش اگه در نخورده نخورده تعریف نکن.
دوستا دیگه جایتان خالی دیگه. به خدای آقای حسینی یک خوشی پخته کرده دیگه. خدایا چی یک مزه داشته باشه. جای خالی. تشکر آقای حسینی از بابت خوشم. ماشاءالله خیلی خوب به مخته کرده. زنده باش. تشکر.